ما در نجوم آسترولوژی و نجوم آسترونومی یک مبحث بسیار بسیار حساسی داریم که همه این تفسیرهایی که میکنیم، همه این آسترولوژی که به وجود اومده، حتی آسترونومی هم تحت تاثیر خودش قرار میده و اون یک سوال هست و اون سوال اینه که حرکت کواکب از کجا شروع شده. وقتی ما میایم میگیم که یک کوکبی در فلان برج در شرفه، در فلان برج حبوته، در فلان برج وبالشه، در فلان برج سروریشه، اینها از کجا به وجود اومدند؟ و این سوالیه که همه سبک ها رو تحت تاثیر خودش قرار میده و مجبور میشه که سبک رو وادار به مسمومیت دینی بکنه. این مسمومیت دینی چیه؟ مسمومیت دینی در نجوم به ما میگه که مثال میگم، هندوها اومدن گفتن خدایان ما، یا در واقع اعتقادات ما بر این باوره که مثال میگم خورشید در فلان برج باید به شرف برسه. از لحاظ سبک بیبی رامون این درجاتش فرق میکنه، از لحاظ ودیک فرق میکنه، از لحاظ نجوم اسلامی فرق میکنه. نجوم اسلامی اومده چی گفته؟ از احادیث استفاده کرده، از ادله قرآنی استفاده کرده، اومده گفته که آقا موقع خلقت آسمان خورشید در برج اول بوده، در برج حمل بوده و درجه قائل شدن منجمین و حکما براش. اومدن در نجوم اسلامی گفتن درجه 19 در نجوم هندی اومدن گفتن درجه 10 منتها باز با این اختلاف که منازل قمرمون فرق داره. در اسلامی میگن نه منازل ما درسته. هر کدوم به نوعی دعوای این رو دارند که نجوم ما بهتره و اگر ما بخوایم بگیم کدومش بهتره باید به این فلسفه برگردیم که خب نجوم آسترولوژی جبرگرا هست، یعنی تمایل به جبر داره، اعتقاد جبری داره و ما باید به این سوال بتونیم پاسخ بدیم که حرکت کواکب از کجا شروع شده و این یک بحث مسمومیت دینی رو ایجاد میکنه. من الان بخوام به عنوان یک مسلمان بیام عقاید خودم رو وارد داستان بکنم، هندو معترض میشه، هندی میگه آقا عقاید ما اینجوریه، ما درست میگیم. از اون طرف اساتید یونان یا خدایان یونان یه صحبت دیگه دارن، چینی تازه یه صحبت دیگه دارن که اصلا اونا رو تا حالا صحبتشو نکردیم، غربی ها یه چیز دیگه میگن. پس نتیجتا یک مسمومیت دینی و عقایدی در علم آسترولوژی و آسترونومی وجود داره. خب و هر کسی باید این سوال رو خودش به خودش پاسخ بده. من دارم از لحاظ نجوم هندی برای شما اینا رو آموزش میدم. خب منتها حقیقتش رو دارم به شما میگم. ممکنه که باور بکنید، ممکنه باور نکنید و مجبور بشید که خودتون تحقیق بکنید. چیزی که بنده به اون رسیدم شخصم اینه که نجوم اسلامی از همشون داره عقلانی تر صحبت میکنه، منطقی تر صحبت میکنه، ولی خب چون ابزار آلاتمون تکمیل نیست، مثال میگم زیج نداریم، استرلاب نداریم و کلاس ما از آسترونومی شروع نشده، مجبوریم با نجوم هندی پیش بریم. خب در نجوم هندی چی میگه؟ مثال میگم نجوم هندی میگه آقا موقع خلقت آسمان، موقع خلقت زمین و زمان، ماه در برج دوم بوده و این نزدیکترین حالت به نجوم اسلامی. یا میگه خورشید در برج حمل بوده، منتها درجاتش با ما اختلاف داره، منازلش با ما اختلاف داره. متوجه شدین چی میگم؟ پس نتیجتا در دوره های بعدی، در گروه های بعدی قراره به این سوال پاسخ بدیم با ادله های معتبر، با فلسفه گرایی، با منطق پذیری، با معنا پذیری و معنادهی و خواص قائل شدن به معنامون که حرکت کواکب از کجا شروع شده و اساس آسترولوژی و آسترونومی به این سوال بنده.